دوباره به جریان بیفته و با سوت او بازی رو به جریان بندازن. دوباره بازیکن تیم پرسپولیس در محوطه جریمه موقعیت هست برای فشنگچی، یه پاس به بیرون و تییاگو توی دروازه. گل برای پرسپولیس، یک ضربه مهار نشدنی از تییاگو. پرسپولیس 1 سپاهان 0. نفوذ در محوطه جریمه، تمام بازیکنان زرتوش رو ببینید که چطور در محوطه جریمه حبس بودن تا این ضربه سنگین و مهار نشدنی که حتی رحمتی شوتگیر هم نتونست این توپ رو دفع بکنه. خیلی ضربه سنگین بود. حملات تیم پرسپولیس، محمد برای رضایی بگزاده باش حرکت میکنه، اجازه نمیده که بازی سازی بکنه. یک توپگیری عالی از بازیکن سپاهان، موقعیت برای زرتشتان سپاهان هست. توره از همونجا ضربه‌اش رو میزنه و توی دروازه. گل برای سپاهان، 1-1 مساوی. یه ضربه فنی از ابراهیم توره حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه و اینگونه تماشاگران خونگرم اصفهانی که به ورزشگاه آزادی اومدن رو غرق شادی میکنه. دقیقه 40 بود که توره موفق شد بازی رو به تساوی بکشونه. اگر دایستان ملاحظه بکنید توره به راحتی توپ رو در اختیار گرفت، یه نگاه به دروازه و ضربه فنی او که کار رو تمام کرد. نگاه بکنید این توره است، عنایتی اونور حرکت کرد، یه بازیکن رو با خودش کشید و ضربه توره که شگرد داره این گونه ضربات رو از پشت محوطه جریمه و گل مساوی سپاهان. روی این صحنه بود که تادوش از دست داد. در ادامه باید ببینیم که چه اتفاقی افتاد. اینجا آقای قهرمانی اعلام کرد که هنوز هم آقای قهرمانی تایید کمکش رو میخواد و از اون فاصله به کمکش نگاه میکنه. پنالتی زن اول سپاهانی ها حالا ضربهش رو میزنه و توی دروازه دور از دستان حقیقی. هادی عقیلی دروازه پرسپولیس رو باز میکنه تا اینگونه این تماشاگری که از اصفهان به تهران اومده خوشحال باشه. سپاهان 2 پرسپولیس 1. بخش تصمیم گیری بود که آقای قهرمانی داشت و اعلام پنالتی کرد به سود تیم سپاهان. و حرکت آهستانه ملاحظه بکنید، مطمئن با ارتفاع عقیلی دروازه پرسپولیس رو برای دومین بار همه رو راحت میکنه و توپ رو در اختیار میگیره. یه پیروزی با ارزش برای امیر قلعه‌نویی و سپاهان. تا دقیقه 71 شک گرفته. یه فرار دیدنی از حیدری، حالا وارد محوطه جریمه میشه، تک به تک با دروازه‌بان و گل سوم. گل برای سپاهان روی نفوذ دیدنی حیدری. سپاهان 3 پرسپولیس 1. باشک به نظر میرسه که شیرازه تیمی پرسپولیس به هم ریخته. به راحتی حیدری نفوذ کرد و تک به تک شد با دروازه‌بان. ملاحظه بکنید اینجا شلیک نهایی رو انجام داد و دور از دستان حقیقی دروازه پرسپولیس رو برای سومین بار باز کرد. حالا پرسپولیسی ها سعی میکنن که خب بازیکنان پرسپولیس دیگه تا اعتراض هم نمیکنن به اعلام این پنالتی. خب روی اینکه چه کسی ضربه پنالتی رو بزنه حاضر نمیشه که ضربه پنالتی رو بزنه تا رضا عنایتی پشت تو قرار بگیره و حالا ضربه رو بزنه و توی دروازه.
گل چهارم برای سپاهان به دست میاد. سپاهان 4 پرسپولیس 1. یه شکست سنگین برای پرسپولیس داره در استادیوم آزادی شکل میگیره. خوشحالی تماشاگران سپاهان و ملاحظه می‌فرمایید که خلاف جهت حرکت دروازه‌بان توپ در دروازه قرار داد عنایتی.